رسانه پشت پرده در یوتیوب با احترام تحمیل. خودم جلو میرم به رفتارها خودتون راحت. سبک پاپاراتزی یک سبک جنجالی، یک زمانی قرار بود از زیر نفت زندگی ایدئالی بشه. خیلی رک میگن آقا میدن میکنن یه دونه دادن و کردن که جا بیفته پشت پرده. یه ببینیم که برای مسئولی گفتیم رو دیده وجب میشه. واقعا پشت پرده. مخاطبین از رسانه پشت پرده سلام، من امین فردین. خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. این روزا خبر انفجار در نقاط مختلف ایران پشمای خیلی از مردم رو ریختونده. از انفجار در سایت هسته‌ای نطنز گرفته تا در کرج و غرب تهران و شهر قدس و شهریار و جای مختلف که میبینیم که در شبکه‌های اجتماعی از جمله توییتر خیلی داره این موضوع انفجارها ریتوییت میشه. یعنی طرف تو توالتش هم یه حرکتی میزنه، یه صدای بلند میشه، خونه بغلی که تازه از روی پیکنیک بلند شد و از موتوری جنس گرفته میزنه آقا خبر انفجار در فلان نقطه. از اون طرف حالا اینش رو میگیم اونش هم بگیم که مسئولین هم وقتی یه اتفاقی میفته مثل انفجار در سایت هسته‌ای نطنز کلا گردنگیرشون ضعیفه و میگن که اصلا انفجاری صورت نگرفته. یا حتی مثلا سخنگوی امور خارجه ایران هم گفته که در خصوص انفجار نطنز نباید زود قضاوت بکنین. امروز میخوام این چند تا انفجارهای اخیر رو با هم دیگه بررسی بکنیم، هم مخالفا هم موافقا، همون کسایی که میگن شایعه است، همون کسایی که میگن واقعیته. بچین روی صفحه پازلاشون رو و ببینیم که چقدرش میتونه راست باشه، چقدرش میتونه دروغ باشه و پشت پرده‌اش چی هستش. داستان از جایی شروع شد که یک خبر انفجار در تأسیسات هسته‌ای نطنز منتشر شد که ما قبلا هم در رسانه پشت پرده بهش پرداختیم که بلافاصله تکذیب کردن مسئولین ایران، بعد تایید کردن، بعد یه عده اومدن گفتن حمله سایبری بوده، بعد در آوردن ای بابا تا 10 کیلومتری اونجا اصلا اینترنت هم نیست که بخواد دسترسی داشته باشه به شبکه جهانی اینترنت که بخواد هک یا نفوذ در اون صورت بگیره. بعد گفتن که نه، هک نبوده، بمبگذاری بوده و چیزهای مختلف. خبرگزاری خارج از کشور هم تا تونستن این قضیه رو از هر زاویه‌ای که تونستن پروموت کردن. اول بریم راجع به تأسیسات هسته‌ای نطنز و اون انفجاری که در اونش صورت گرفته بود صحبت بکنیم. بعد راجع به 3 تا انفجاری هم که توی تهران منتشر شده خبرش صحبت کنیم. حادثه‌ای که چند روز پیش اینجا اتفاق افتاد همچنان معماست. حادثه در یکی از ساختمان‌های مجتمع غنیسازی اورانیوم در نطنز، شاید یکی از مهمترین سایت‌ها. حالا روزنامه نیویورک تایمز مدعی است کمی از گره معما را باز کرده. این روزنامه به نقل از یک مقام اطلاعاتی در خاورمیانه که نامی از او نبرده گفته که اسرائیل در این ساختمان بمب گذاشته بود. این روزنامه همچنین به نقل از یک عضو سپاه پاسداران که نامش را افشا نکرده گفته که عامل حادثه مواد منفجره بوده. تصاویر ماهواره‌ای از ساختمان حادثه دیده هم احتمال وقوع انفجار در آن را تقویت می‌کند. پیشتر گمانه‌زنی‌هایی از نقش اسرائیل در این حادثه مطرح شده بود. اسرائیل اما نه تایید کرده نه تکذیب. امروز اسرائیل ماهواره جاسوسی جدیدی به مدار زمین فرستاد. ماهواره‌ای که به گفته اسرائیل توانایی تهیه تصاویر با کیفیت بالا را دارد. به گفته رسانه‌های اسرائیلی هدف اصلی آن احتمالاً زیر نظر قرار دادن تأسیسات هسته‌ای و فعالیت‌های موشکی ایران است. سازمان انرژی هسته‌ای موظف است سریعاً سخنان رهبر ایران 2 سال پیش برای رسیدن به 190,000 سو در چارچوب برجام 2 روز پس از این حرفها بود که این مرکز در نطنز افتتاح شد. هدفش برآورده کردن خواسته آیت الله خامنه‌ای. حالا سخنگوی سازمان انرژی اتمی میگوید این همان جایی است که 4 روز پیش حادثه دید. پیشتر مسئولان از محل حادثه دیده به عنوان یکی از سوله‌های در دست احداث در محوطه باز سایت نطنز نام بردند. بهروز کمالوندی گفته که ساخت این سوله 7 سال پیش شروع شده بود. در سال 94 یعنی همان سالی که برجام امضا شد کار تکمیلش متوقف شد.
اما بعد از خروج آمریکا از برجام از سر گرفته شد و افتتاح شد. چند روز پیش که این مرکز حادثه دید، ابتدا تنها این عکس از آن منتشر شد. همینطور که دارید می‌بینید و بعد از آن توضیحات سخنگوی سازمان انرژی اتمی. سخنانی که شاید او در آن تلاش داشت ماجرا را کم اهمیت نشان دهد. چون کار اصلی ما در اینجا انجام نمیشه، به هر حال هیچ تأثیری در کار غنیسازی ما نخواهد داشت و میتونم بگم به هیچ وجه حتی ما کندی هم نداریم. حالا او خسارت‌های مالی را قابل توجه دانسته و گفته در میان مدت ممکن است باعث کندی یا توقف کار این سازمان شود. به گفته آقای کمالوندی، بخشی از تجهیزات اندازه‌گیری و ابزار دقیق در ساختمان محل حادثه از بین رفته و بخشی دیگر هم خسارت دیده. اپراتور محترم سالن زنجیره‌ها، ایران پارسال گفته بود که سانتریفیوژهای پیشرفته IR6 را در این مرکز فعال کرده. سانتریفیوژهایی که گفته می شود راندمانشان 9 برابر سانتریفیوژهای قدیمی است. بنای دستگاه قضایی باید باشه، مسئولی که مسئولیت داشت باید پاسخگو باشه. امروز ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه ایران خواستار پیگیری موضوع شده. چند روز پیش بیانیه‌ای به دست شماری از روزنامه‌نگاران BBC رسید که در آن گروهی ناشناخته به نام یوزپلنگان وطن مسئولیت این حادثه را به عهده گرفت. BBC البته نمی‌تواند صحت و سقم این ادعا را تایید کند. هنوز ابهام‌های زیادی درباره حادثه نتنز وجود دارد. مسئولان ایرانی می‌گویند علت دقیق را می‌دانند ولی فعلا قصد ندارند آن را اعلام کنند. وبسایت نور نیوز نزدیک به دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران حادثه پنجشنبه گذشته در مجتمع نتنز را دارای اهمیت راهبردی دانسته و گفته دلیل اعلام نکردن علت آن زمان مورد نیاز برای اتخاذ تصمیمات راهبردی است. بله، تقریبا فکر کنم دستتون اومد که اتفاقات چی بوده. گفتم دیگه آخرین توضیحات این بودش که سخنگوی خارجه ایران گفتش که فعلا قضاوت نکنید، ما داریم بررسی میکنیم موضوع رو. اما یه عده میگفتن که توسط جنگنده های اسرائیلی تونستن دور بزنن سپر هوایی ایران رو و وارد خاک ایران بشن و اصطلاحاً تاسیسات هسته‌ای نتنز رو بزنن و این خبرایی هم بوده که خبرگزاری خارجی دادن، اما هنوز نه تایید شده نه تکذیب. امریکایی‌ها هم گفتن که ما داریم بررسی میکنیم این موضوع. از اون طرف شب گذشته 3 تا انفجار صورت گرفت. یه دونه در کرج و شهر قدس و شهریار که این انفجارها از طرفی مقام‌های مسئول ایرانی میگن شایع است و میگن که اصلا یه همچین اتفاقی نیفتاده. مثلا اومده بودن از قول، حالا جالبه که BBC هم این قضیه رو پروموت کرده بوده که گفته بودن شهردار گرمدره آقای هومن قدوسی گفته که انفجار سیلندر گاز بوده که در گرمدره اتفاق افتاده و ربطی به این انفجارها نداشت. این خبر رو قسمتی از رسانه‌ها پروموت کرد. بعد که رفتیم خبر رو چک کردیم، میخوام مثل پازل همه موضوعات رو بزنیم کنار هم دیگه، متوجه شدیم که این خبر مال 8 اردیبهشت سال 1398 بوده. یعنی نقل قولی که از آقای هومن قدوسی پخش کردن و BBC و سایر رسانه‌ها هم نسبت بهش زاویه گرفتن مال اصلا 1 سال پیش بوده. بعد از اون جالب‌تر این هستش که آقای هومن قدوسی به دلیل بیماری که داشته چند وقت پیش فوت کرده و در حال حاضر شهردار گرمدره نیست که الان از قول ایشون دارن نقل و قول میکنن. از اون طرف خانم لیلا واسقی در خصوص انفجارهای دیشب گفته بوده که هیچ اتفاق رخ نداده. خانم لیلا واسقی فرماندار شهر قدس و قلعه حسن خان هستن، گفته اتفاقی نیفتاد و همین چیز عادی هستش. از اون طرف گفتن که قطعی برق در شهر قدس مانور بوده، مانور ریز کوچولو بوده، پشمریزون بوده و مانور ساعت مثلا 1:30 شب انجام دادن. و از اون بالاتر حالا یه سری از رسانه‌های خارجی از کشور فشار میارن که آره انفجار صورت گرفته و خبرگزاری فارس اومد یه ویدیو منتشر کرد، همون دیشب رفت با یه شخصی مصاحبه کرد و از اون طرف رسید صدای انفجار شنید، میگفت نه هیچ اتفاقی نیفتاد و همه چیز طبیعیه. 500 بارم کلمه طبیعی رو استفاده کنید. این ویدیو رو ببینیم، یه نکات جالبی داره، با هم دیگه صحبت می‌کنیم راجعش.
سلام، خسته نباشید. الان کجاست اینجا؟ اینجا 45 متری قلعه‌سنگ‌ها شرق قدس. خب ساعت چنده؟ حدودا ساعت 4 صبح. 4 صبح روز جمعه. ما یه خبر منتشر شده بود که صدا انفجار سمت قلعه‌سنگ‌خان شنیده شده و اینها. چیزی ما نشنیدیم. شما چیزی نشنیدید درسته؟ ما منزل بیدار بودیم که آماده بشیم برای سر کار، چیزی اونجوری نشنیده بودیم. ولی در این حدودی که مثلا منزل بودیم یه قطعی برق داشت. چقدر طول کشید؟ حدودا یه رو. چیز طبیعی بود دیگه. طبیعی که برق رفته. و چیز غیر عادی تو شهر نبود که صدا آتش نشانی، نمیدونم چیزی حالا اورژانسی نمیدونم هیچی نشنیدیم. طبیعی. الان که مشخصه همه چیز طبیعی و آقا موفق بشین. ممنون. لطف کنید. تشکر. خداحافظ. بله، این صحبت شاهد عینی رو شنیدید که به هر حال جزء اصول خبرنگاری هستش که برن از شاهدان عینی بپرسن. اما نکته بالی که هستش این قیافه طرفو که می‌بینیم اولا که این انفجار صبح جمعه اتفاق افتاده. این بنده خدا صبح جمعه کجا میرفته سر کار؟ و نکته بعدی هم که الان معمولا همه جا تعطیله و چجوریشون مثلا با این وضعیت اتفاقات عجیب و غریبی که تو دنیا افتاده و تعطیلی که اتفاق افتاده میرفته کجا؟ و گفته که همه چیز طبیعی بوده و این باعث شده که یه مقداری هم مردم مشکوک بشن به این ماسمالیا یا مثلا یه مصاحبه گرفتن با بلال فروشا یا توی منطقه شبری اینو هم ببینیم. سلام. اینجا کجاست؟ اینجا شهریار، میدان فرمانداری، بلوار کلهر. خب خسته نباشید. سلام. این یکی دو ساعته صدای انفجار چیزی شنیدین شما؟ والا نه، ما معمولا ساعت 8 شب اینجا بساط می‌کنیم، نه صدای انفجار نمی‌شنویم. بعد برقی چیزی رفته تو محل نرفتم؟ متوجه نشدم. یا خیلی عادی بوده مثل روزهای قبل. پس صدای انفجار اینا چیزی نشنید. دست در نکنه. ممنون، لطف کردین. خلاص این مصاحبه به نوعی می‌خواسته جو آروم بکنه و از قول رسانه‌های داخل ایران که اتفاق نیفتاده، رسانه‌های خارج از کشورم شدیداً فشار می‌آوردن که انفجار صورت گرفته. اما سوالی که مطرح میشه این هستش که سوال مهمی که حتما باید بهش توجه داشت و دقت کرد این هستش که در منطقه کرج، غرب تهران، شهر قدس، شهریار دست کم 10,000 تا دوربین مداربسته خصوصی هست مال شرکت‌ها و خونه‌ها و سازمان‌ها که حداقل نباید یکی از این دوربین‌ها صدا یا تصویر انفجار دیشب رو ضبط کرده باشه که تا الان در رسانه‌ها منتشر بشه که تقریبا در 12 ساعت از لحظه ضبط این ویدیو میگذره از این اتفاقات. هیچ کسی هیچ فیلم و عکسی منتشر نکرده، فقط این خبر توسط توییتر رو یه سری از رسانه‌ها منتشر شده. مثلا خبرگزاری العربیه گفته بود انفجار در انبار موشکی بوده و این خبرگزاری یه مقداری حساسیت موضوع رو بیشتر کرده بودن و الان شاهدان عینی دو دسته شدن. یه عده گردن میگیرن که این انفجار پشم ریزون صورت گرفته، یه عده میگن همین چیز طبیعی و عادی بوده. اما چیزی که ما رو به شک انداخته این هستش که چرا تا این لحظه هیچ فیلم و عکس و صدایی از این قضیه منتشر نشده. دوستانی که در لندن و امریکا نشستن صدای انفجار رو شنیدن و توییت میکنن، اما دوستانی که در داخل ایران هستن هنوز هیچ فیلم و عکسی منتشر نکردن که امیدواریم که منتشر بشه و همه این اتفاقات مشخص بشه و بیاد بیرون. اما اینکه حالا تکذیب میکنن و یه عده میگن که کپسول گاز بوده و حفر تونل بوده و چیزهای مختلف گفته بودن دیگه، حفر تونل هم بوده در خصوص این سر و صداها که اونم در نوع خودش جالب بود. در صورت بعد ببینیم که آیا تا ساعت دیگه شواهد و اسناد دیگه بیرون میاد یا نه، یا خبر در حد یک شایعه تموم خواهد شد. در صورت مرسی که تا این لحظه با رسانه پشت پرده همراه بودید. اگر دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید، برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید، کامنت بذارید، اگر هم دوست نداشتید دیسلایک بکنید و کلا هر کاری دوست دارید بکنید. در مجموع ممنون که تا این لحظه با ما بودید.